خب سلام. ما ایرانی‌ها خیلی از وعده‌های غذاییمون خورشته که با برنج سرو میشه. انواع و اقسام خورشته رو داریم که من اینجا میخوام براتون خورشته کرفس رو آماده کنم. سبزی نعنا و جعفریه که باید ریز خوب شه و سرخ شه. من بودتر چرا بودتر کنم بچه ها کار کنم. آها، اگه خودشون تنها باشن نمیتونن؟ میتونن یا نمیتونن؟ نه میشه آموزش. تو غذاها از سیر یا حریره سیر استفاده میکنم. حریره سیر اینه که خب سیر رو خوب ریز میکنیم به همراه روغن زیتون میذاریم توی یخچال میمونیم. هر وقت خواستیم میتونیم ازش استفاده کنیم. الان به این مرحله که رسید میتونیم ادویه همون رو که دوست داریم یه کف یه ساعت آخر غذا معمولا من چاشنی ها رو به غذا اضافه میکنم که برای این از آب نارنج استفاده میکنیم و نمکش هم آخر غذا میزنیم که قشنگ و حسابی جا بیفته. برای سبزی که استفاده کردیم بهتره که نعنا نصف جعفری باشه، یعنی میزان جعفریمون باید 2 برابر نعنامون باشه. در غذا رو میذاریم که بره که جا بیفته.